ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 18. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. боби 4. ваҳдати миллӣ ва суботи иҷтимоӣ дар меҳвари сиёсати дохилии давлат. 5. Тоҷикистон кишвари ҷавонон. فراهم آوردن شرایط برای ورزشکاران امکان داد که آنها در چاره‌بینی‌های سطحی جهانی، چمپیونات‌های جهان، آسیا، بازی‌های المپی، بازی‌های آسیایی و غیره شرکت نموده جای‌های بلند را کسب نمایند. ما باری نخست در دوران صاحب استقلالی بهر هوسمند نمودن غاریبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی فرمان را از 9 ژانویه سال 2015 درباره جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غاریبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی به امضا رسانیدیم. فرمان مذکور برای باز هم بهتر نمودن شرایط مساعد ورزشکاران و جلب نورسان و جوانان به ورزش زمینه مناسب فراهم آورد. در برابر این مکتب‌های ورزشی را دستگیری نمودیم. در 132 مکتب ورزشی هزاران نورسان و جوانان به مشق و تربیت فرا گرفته شدند. در نتیجه شماره عمومی نورسان و جوانان مشغول به تربیت جسمانی در کشورمان 1,310,000 نفر را تشکیل داد که این واقعاً ثمره خوبی 25 سال استقلالیت دولتی به حساب می رود. ما در جاده حفظ استقلالیت ملی و بنیاد دولتی معاصر و پیشرفته نقش جوانان را خیلی مهم می دانیم و من بعد نیز کوشش می کنیم که وضع اجتماعی و اقتصادی نسل‌های نورس و جوان را بهتر گردانیم و برای رشد همه‌جانبه آنها تمام شرایط ضروری را مهیا سازیم. در برابر این ضرور می شماریم که جوانان سبقهای استقلالیت دولتی را همه طرفه آموزند، از روندهای سیاسی جهانی معاصر آگاه باشند، تاریخ گذشته و حاضره خلق خیش را درست از خود نمایند، وطن، ملت، استقلالیت و رمزهای دولتی اینچنین زبان و فرهنگ خود را احترام کرده صمیمانه دوست دارند، به ورزش و تربیت جسمانی مشغول شده بردم و سالم به کمال رسند. ششم، آزادی وجدان و تنظیم عاقلانه عنعنه‌های ملی. جریان دموکراتی کنانی در 25 سال استقلالیت دولتی ساختار فضای دینی کشور را تغییر داد. در جمهوری تاجیکستان تطبیق سیاست دولتی در ساحه دین ضمن رعایت اصلهای کنستیتوسیونی گوناگون اندیشی سیاسی و مفکوروی به راه مانده شد.
مناسبت دولت با اتحادیه های دینی در اساس پرینسیپ های جدا بودن تشکیلات های دینی از دولت، با کارهای دولتی مداخله نکردن تشکیلات های دینی، آزادی فعالیت اتحادیه های دینی را در دایره قانونگذاری های جاری مهم می شماریم. اگر تا دوره استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان همگی 34 اتحادیه دینی به قید گرفته شده باشد، عین زمان در کشور 48 مسجد جامع مرکزی، 326 مسجد جامع، 3551 مسجد 5 وقته، 1 مرکز اسماعیلیه، 3 جماعتخانه اسماعیلی، 70 تشکیلات دینی غیر اسلامی، در مجموع 4000 اتحادیه دینی در فهرست دولتی اتحادیه های دینی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند. این از آن گواهی می دهد که حقوق های انفرادی و دست جمعی پیروان دینها و جریان های دینی در تاجیکستان همیشه زیر حمایه دولت قرار دارند. یکی از دستاوردهای دیگری مهم در 25 سال دوران استقلالیت دولتی تأسیس یافتن مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه می باشد. دانشکده امروز مرکز تعلیمی دینی در جمهوری به حساب رفته در تربیه و تعلیم صدها نفر جوانان منطقه های گوناگون کشورمان سهم خود را می گذارد. ما در زمان صاحب استقلالی برای رشد علم وطنی در آموزش مسئله های دینی شرایط مساعد به وجود آوردیم. در این راستا مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را همچون مؤسسه دولتی تحقیقاتی، اطلاعاتی و تحلیلی، تشخیصی و مشورتی تأسیس دادیم که برای بررسی عمده‌ترین معماهای علاقمند به دین نقش کلیدی بازید. مرکز مذکور به کارهای پژوهشی مشغول بوده تا امروز به خاطر عملی نمودن یک قطار چاره‌بینی‌های مهم دایر به دسترسی داشتن به ادبیات و اطلاعات ضروری، گذرانیدن تحقیقات سوسیولوژی برای آموختن وضع دینی در جمهوری، تاثیرگذاری وضعیت دینی و سیاسی در کشورهای مسلمان نشین به تفکر و اندیشه جوانان، برگزار نمودن نشست و همایش‌های علمی و عملی جمهوریوی و بین المللی و نشر کتاب و مقاله ها کارهای زیاد را انجام داده ایستاده است. امروز ضرورت از نگاه علمی آموختن مسئله های مربوط به اسلام، مناسبت دولت به دین، سیاست و اسلام، شناخت حزب و سازمان های دینی، اسلام سیاسی، ملت و دین، خودشناسی ملی و امثال اینها اهمیت مخصوص کسب کرده است. از این رو مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر مؤسسه های علمی را ضرور است که عاید به مسئله گذاری مذکور تحقیقات علمی به انجام رسانند. به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در حیات خلق تاجیک تحولات جدی را به میان آورد که هدف آن پیش از همه حمایه منفعت‌های اجتماعی مردم، مساعدت برای پست کردن سطح کم بضاعتی و گرفتن پیش راه اسراف که به منفعت‌های اقتصادی و فضای معنوی حیات شهروندان ضرری جدی وارد می نمود عبارت است. معیارهای قانون در زمان عمل خود
به هر یک خاندانی ساکن کشورمان راه یافته برای بلند گردیدن سطح زندگی و فرهنگ روزگاری مردم جمهوری تاجیکستان نقش مهم بازیدند. به خاطر روزگاری با سعادت، بهبود صفت زندگی مردم و پست کردن سطح کمبزاعتی با مقصد استفاده عاقلانه و عادلانه ارزش‌های بهترین رسم و آیین‌های ملی و دینی با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به اصلاحات جدی اجتماعی آغاز بخشیده شد. نخستین قانون ملی کشورمان در شرایط از جانب مردم پذیرفته شد که جامعه جهانی را بحران مالیوی تهدید می کرد. محض همین قانون ملی فرهنگ برگزاری جشن و مراسم ها را به منفعت مردم بلند برداشت. قبول و عمل قانون ملی به بهتر نمودن شرایط زندگی مردم، آبادی منزل، وسعت ساختمان منزل‌های استقامتی و افزایش معاملات بانکی شهروندان تأثیر مثبت رساند. از حساب کم نمودن خراجات معرکه ها و پسنداز نمودن مبلغ ها، شهروندان جمهوری امکان بهتر کردن شرایط زندگی را به دست آورده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در میدان 10,000 هکتار زمین منزل‌های استقامتی بنیاد نمودند. گذرانیدن معرکه‌های مهم دولتی، قبول قانون‌های ملی کشور و راه‌اندازی نمودن کارهای معرفتی از آن دلالت می‌کنند که دولت تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط مساعد بهر تأمین آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، رعایت حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان دیندار و اتحادیه‌های دینی کوشش فراوان به خرج داده تدبیرهای مؤثر را به انجام می‌رساند. ششم، آزادی وجدان و تنظیم عاقلانه عنعنه‌های ملی. مطبوعات یکی از رکن‌های اساسی، مهم و پیشبرنده جامعه به شمار می رود. برد و باخت در بسیار جبهه‌های حیات جمعیتی به فعالیت واسطه‌های اخبار عامه مربوط می باشد. واسطه‌های اخبار عامه با فعالیت همروزه خود با راه تحلیل و مسئله گذاری ساحه‌های گوناگون حیات جمعیتی در حل مسئله‌های مشخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کمک می‌رسانند. در کشورمان امروز 510 روزنامه و مجله و اگنتی‌های اطلاعاتی از جمله 330 روزنامه، 125 دولتی و 205 جمعیتی و مستقل، 174 مجله، 84 دولتی، 92 جمعیتی و مستقل، 11 اگنتی اطلاعاتی، 1 دولتی، 10 جمعیتی و مستقل، 66 نشریات، 10 دولتی، 56 مستقل، 256 چاپخانه، 38 دولتی، 218 مستقل ثبت نام شدند. هر یکی از این رسانه ها به طور خود فضای اطلاعاتی کشورمان را پر کرده
در رشد روندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه حصه خود را می‌گذارند. برای ثمرناک گردیدن فعالیت واسطه‌های اخبار عامه، ما قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار عامه، درباره تلویزیون و رادیو شنوانی، درباره اطلاعات، درباره طبع و نشر، درباره اطلاعاتانی، درباره حقوق دسترسی به اطلاعات، درباره حفظ اطلاعات، درباره رکلام را قبول نمودیم که هر کدام آن در رشد این ساحه حیاتاً مهم مساعدت نمود. ما در این زمینه در سمت سیاست دولتی اطلاعات به یک قطار دستاوردها از جمله دسترسی شهروندان به اطلاعات، تحکیم اساسهای مادی تکنیکی، مالیوی، تشکیل حقوقی و علمی فعالیت اطلاعات، تأمین ثمرناک اطلاعات، مساعدت به نوسازی، غنیگردانی دائمی و حفظ ذخیره‌های ملی اطلاعات، تشکیل سیستم حفظ اطلاعات، مساعدت به همکاری بین المللی در ساحه اطلاعات و کفالت مستقلیت اطلاعاتی در کشور نائل گردیدیم. در برابر این، ما به فعالیت اجنسی‌های اطلاعاتی خصوصی راه گشاده، اجنسی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور را همچون مقامات مرکزی دولتی اطلاعاتی دارای حقوق اکسکلوزیوی جمع آوری و پهن نمودن اطلاعات و سندهای رسمی دایر به فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس دادیم. توسط اجنسی مذکور هر روز به حساب میانه بیش از 100 مواد اطلاعاتی، تحلیلی، مصاحبه و گزارش‌ها با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی، عربی و حروف فارسی انتشار می‌شوند. مواد اطلاعاتی این اجنسی همه روزه به واسطه شبکه اینترنت در فضای اطلاعاتی جهان منتشر می‌گردد. همزمان اجنسی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور در ساختار خود کارخانه واحد دولتی رادیوی FM خاور را تأسیس داد. این رادیو هر نیم ساعت خبرها را عاید به مهمترین حادثه و رویدادهای تاجیکستان و جهان به ساکنان کشور می رساند. همچنین در تمام گوشه و کنار عالم طریق سامانه خاور در شبکه جهانی اینترنت پخش رادیوی FM خاور امکان پذیر است. توسط این رادیو در برابر پیشنهاد فوری اطلاعات اینچنین برنامه‌های تحلیلی و فراغتی نیز پخش می‌شوند. در شرایط معاصر دستیابی به اطلاعات با استفاده از تکنولوژی‌های نوی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی به جزء جداناپذیر حیات بشری تبدیل یافته است. در جمهوری ما نیز طبق آمار رسمی بیش از 2 میلیون نفر از شبکه اینترنت استفاده می‌برند. غیر از این، موافق اطلاعات خدمات علاقه کشور 8.5 میلیون نفر شهروندان می توانند در لحظه دلخواه به شبکه جهانی اینترنت پیوست شوند. یکی از عامل‌های تأمین امنیت اطلاعاتی کشور رشد واسطه‌های اخبار عامه داخلی است که فضای اطلاعاتی وطنی را با اخبار شفاف و بی‌غرض خود پر می‌کند. منفعت و ارزش‌های ملی و ثبات و آرامی جامعه تقاضا می‌نماید که
واسطه های اخباری عامه وطنی نه تنها دستگاهی توانای خبری باشند، بلکه در مبارزه اطلاعاتی برای حفظ منفعت‌های ملی، علل خصوص امنیت دولتی و جامعه خدمت نمایند. آزادی سخن در واسطه های اخبار عامه عامل مهمی رشد جامعه دموکراتی و دولتی حقوق بنیاد می باشد. از این رو ما در جمهوری زمینه های حقوقی رشد وسایط اخبار عامه خصوصی را به وجود آوردیم. میان زینه های گوناگون مقامات دولتی و رسانه های خبری همکاری به عمل آمده است. درجه آزادی واسطه های اخباری عامه را در تاجیکستان سازمان های بین المللی نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاتر ارزیابی می کنند. ساده کردن نظام ثبت نام، دادن اجازت نامه فعالیت، از بین بردن مانعها در فعالیت وسایط اخبار عامه، برگزاری نشست‌های مطبوعاتی و واکنش سری وقتی رهبریت مقامات دولتی به برآمدهای تنقیدی مطبوعات در این سمت از اقدام‌های سری وقتی ما می باشند. عین زمان جمهوری تاجیکستان به مرحله نوی انکشاف و رشد وارد شده است. در شرایط نو مطبوعات را ضرور است که با نظر داشتی امنیت و منفعت دولت عمل نموده در رشد و پیشرفت بخش‌های مهم حیات مردم کشورمان سهم گذار باشد، افکار سازنده جامعه را تشکل دهد و بهر رشد و پیشرفت دولت صاحب استقلال تاجیکستان زمینه‌های مساعد فراهم آورد. تلویزیون و رادیو در نظام واسطه‌های الکترونی اخبار عامه جایگاه مناسب داشته، چون وسیله توانای ترغیب و تشویق برای تشکل افکار جامعه نقش کلان می‌بازند. ما تلویزیون و رادیو را یکی از رکن‌های اساسی دولتداری اعتراف نموده برای رشد این ساحه تدبیرهای زیادی را عملی نمودیم. تا دوران استقلالیت دولتی، رادیوی تاجیکستان توسط 3 شبکه در حجم 32 ساعت و تلویزیون کشورمان توسط 1 شبکه در حجم از 6 تا 8 ساعت برنامه پخش می کرد. در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما فعالیت تلویزیون و رادیو را تحکیم بخشیدیم و حجم گفتارهای اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، ادبی و دراموی، موسیقی و غیره را بیش از پیش زیاد گردانیدیم. تحولات کلی در این ساحه اساساً بعد از سال 2000 به وجود آمد. ما اول شبکه مستقیم صدای دوشنبه 1999 و سپس مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه 2005، مؤسسه دولتی تلویزیون بهارستان 2008، مؤسسه دولتی تلویزیون جهان نما سال 2008، مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش سال 2016، مؤسسه دولتی تلویزیون سینما سال 2016، مؤسسه دولتی اکادمی واسطه‌های اخبار عامه تاجیکستان سال 2016 را بنیاد کردیم. ما با همین راه به فعالیت رادیو نیز توجه ظاهر کرده در زمینه شبکه‌های نو از قبیل فروغ آریانا، آواز تاجیک 2007،
و فرهنگ سال 2008 را تأسیس دادیم. از سال 2009 شبکه‌های صدای دوشنبه و آواز تاجیک به پخش شبانه روزی گذاشتند. حالا مقدار شبکه‌های دولتی رادیوی جمهوریوی به 4 عدد رسیده در یک شبانه روز با 8 زبان در حجم 96 ساعت برنامه پخش می نمایند. در دوران استقلالیت دولتی نظام نوی رسانه‌های تاجیکستان به وجود آمد. ما در برابر شبکه‌های تلویزیون و رادیوی دولتی، اینچنین شبکه‌های غیر دولتی و خصوصی سیمای مستقل تاجیکستان، موج آزاد، آزیا، جهان آرا، غولک انداز، سیما تیوی، گلی بادام، آزیا پلیوس، وطن، امروز، آزیا افم، تیراز و غیره را تأسیس دادیم. الحال در کشورمان شماره تلویزیون و رادیوی دولتی و غیر دولتی به 73 عدد رسیده است. فعالیت این رسانه ها از یک طرف از رشد صاحبکاری و تأسیس جایهای نوی کاری شهادت دهد، از جانب دیگر آنها در انکشاف و رشد دموکراسی و گوناگون اندیشی نقش معین می‌گذارند. همه این رسانه ها ناوابسته به شکل مالکیت در همبستگی برای کامل سازی فضای اطلاعاتی کشورمان مساعدت می نمایند. در شرایط جهانی شدید، تلویزیون و دیگر رسانه ها رسالت نو کسب کرده به وسیله ترغیب ایدئولوژی، فرهنگ و تمدن و زبان ملی به جزء مهمترین روزگار مردم مبدل گردیدند که رشد سمت‌های گوناگون حیات جامعه را به آنها تصور نمودن ممکن نیست. هشتم، تأمین امنیت ملی مقصد اساسی دولت و ملت. ما به تأمین امنیت، صلح و ثبات، حفظ یکپارچگی سرزمین اجدادی که یکی از رکنهای اساسی سیاست دولت تاجیکستان می باشد، اهمیت جدی می دهیم. محض به شرافت تأمین امنیت دولتی ما توانستیم به دستاوردهایی که در این کتاب ذکر شده اند صاحب شویم. شورای امنیت، پروکراتورای جنرالی، وزارت مدافعه، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته حالتهای فوق العاده و مدافعه گرجدنی، گواردیای ملی از ساختارهایی می باشند که در سمت حفظ آرامی، صلح و ثبات، یگانگی کشور، سرحدات، ترتیبات داخلی و دیگر مسائل امنیتی نقش کلیدی بازیدند. شما گفتار 18 را از روی اثر افق‌های استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.